اومدم با معرفی یه دلبر دیگه، اومدم با معرفی یه قاتل جذاب دیگه از برند لعنتی شیائومی. این گوشی نیست به جز پوکو F7 پرو که واقعا هنوز نیومده، خیلی سر صدا به پا کرده. اومدیم با معرفی این گوشی ببینیم که ارزش خریدش چقدر رو موشکافی کنیم و بررسیش کنیم و معرفیش کنیم و به نقاط کلیدی این گوشی بپردازیم. اگه کانال منو تا حالا ندیدی، اولین بار کانال منو میبینی، از اینجا لایک، ساب، کامنت و زنگولش هم 100% بزن که مطمئنم این کانال به دردت میخوره. و اینکه اگه به دنیا تکنولوژی علاقه داری، این کانال رو دیگه باید ساب کنی این سری. بریم سراغ ادامه ویدیو. از طراحی و بدنه این گوشی شروع میکنیم. این گوشی مثل گوشی‌های دیگه شیائومی از یه زبان بدن دیگه استفاده میکنه. کلا شیائومی این کارا رو میکنه. واقعا هم جواب داده بهش. خیلی هم خوبه. مردم استقبال میکنن. این گوشی صفحه پشتیش تخته، صفحه جلویش هم تخته، ولی پشتش یه خمیدگی ریزی داره که به خوش‌درست شدنش کمک میکنه. ماژول دوربین این گوشی دایره‌ای هستش که داخلش 2 تا دوربین و یک فلشه و به نظر من زبان بدن جذابیه، زبان بدن خوبیه. واقعا قدرت مانورش تو دست خیلی این گوشی. وزن این گوشی 206 گرمه، از IP68 پشتیبانی میکنه و تو 3 تا رنگ مشکی، سفید و آبی عرضه شده این گوشی. رنگای دیگه هم هست ولی این گوشی تو این 3 تا رنگ. و اینکه چیز دیگه نمیمونه توی طراحی. و فریمش هم اینم بگم که فریمش هم از آلومینیومه. و صفحه نمایش این گوشی، جایی که خیلی دوستش دارم. کلا صفحه های گوشی شیائومی تا دندون مسلحم، مخصوصا این گوشی هم مستثنا نیست. این هم مثل همونا واقعا تا دندون مسلح. این صفحه نمایش یه صفحه آمولد 120 هرتزی از HDR10 پلاس و دالبی ویژن پشتیبانی میکنه. این صفحه روشنایی این صفحه به 1800 نیت میرسه و پیک روشنایی این صفحه 3200 نیته که اگه زیر نور آفتاب محتوای HDR پخش بکنید 3200 نیت رو دریافت میکنید. اندازه این صفحه 6.7 اینچ و یه صفحه 1440. تراکم پیکسلی این صفحه نمایش 526 ppi تراکم پیکسلی داره که این یعنی یه صفحه 2K جلو روتونه. و عمق رنگ 12 پیتی هم این گوشی داره که بیشتر از 68 میلیارد رنگ رو میتونه این صفحه نمایش به نمایش بکشه که واقعا خیره کننده است. واقعا جذابن صفحه نمایش‌های گوشی شیائومی، واقعا جذابن. وقتی به صفحه این گوشی نگاه میکنید حس پرچم‌داری رو میکوبونه تو صورتت. و اینکه اسپیکرهای این گوشی هم استریوه ولی باند بالاییش بیشتر برای تفکیک صدا، یعنی بلندی خاصی نداره، صدا رو تر و تمیز میکنه که به نظر من خوبه. و حافظه های این گوشی در کمال تعجب، 256 رم 12 و 512 رم 12. نمیدونم رم 16 چرا نداره، نمیدونم. که اینجاش رو دوست دارم، UFS 4.1. واقعا جذاب نیست؟ هر روز داره میره بالا، هر روز داره ارتقا میده شیائومی. به نظر من که خوبه، این ارتقا دادن واقعا خوبه، جواب داده بهش. و میریم سراغ رابط کاربری. این گوشی با اندروید 15 و هایپر OS 2 و اینکه 3 سال قراره آپدیت دریافت بکنه که 16 17 18 و 3 سال هم آپدیت امنیتی. به نظر من گوشی شیائومی ارزش خریدشون زیاده. اگر این آپدیتاشو منظم تر بکنه شیائومی خیلی ارزش خریدشون میره بالا، چون واقعا گوشی با کیفیت، واقعا گوشیایی که اصلا گوشیاش آدمو ترغیب میکنه برای خریدن. یه خورده اگه آپدیتاشو منظم تر بکنه و سالشو بیشتر بکنه، مثل سامسونگ بیشتر آپدیت بده، به نظر من بهترین گوشی برای خریدن، مخصوصا این گوشی.
و اینکه بله میریم سراغ سخت افزار و پردازنده. قلب تپنده این گوشی اسنپ دراگون 8 نسل 3 که واقعا هیچ حرفی برای گفتن نمیذاره. این چیپست یه چیپست واقعا کار در بیار، یه چیپستی که خیال تخت با خیال راحت هر کاری دلت میخواد انجام بده. این چیپستی نیست که کمر خم بکنه. این چیپست یه چیپستیه که هر کاری بخوای برات در میاره تو کمترین زمان. کال آف و پابجی برای این گوشی سوء تفاهمه، شوخی، خنده است. باید ببینی عملکردش تو گنشین امپکت چجوریه که تست گیمش هم براتون میذارم توی ویدیوی جداگانه که ببینید چجوریه تست گیمش. و آدرنو 750 که این مموری 4 نانومتری هم داره این چیپست. واقعا دیگه هیچ حرفی برای گفتن نمیذاره، یه چیپست کار در بیار که بیشتر از این نمیخوام دربارش صحبت کنم. و اینکه میریم سراغ دوربینای این گوشی. همونجوری که گفتم دوربینای این گوشی دو تاه، 50 مگاپیکسل و 8 مگاپیکسل. 50 اصلی، 8 اولترا واید. این دوربین اصلی میتونه 4K 24 30 و 60 فریم رو ریکورد بکنه و 8K هم داره. بله 8K هم داره که فقط 24 فریم داره و 1080 30 60 120 240 و 960 فریم رو میتونه رکورد بکنه و یه 1920 هم داره که 720 HD اون اصلا صحبتش رو نمی کنم، ارزش صحبت کردن هم نداره. و دوربین سلفی این گوشی هم 20 مگاپیکسلیه که متاسفانه این 4K رو نمیتونه بگیره، فقط 1080 30 و 60 که به نظرم همون 60 فریم 1080 هم کارو در میاره تا به نوعی. و باتری این گوشی 6000 میلی آمپر. میگم شیائومی کارهای عجیب غریبی میکنه. 6000 میلی آمپر که خبر خوب اینجایی که یه شارژر 90 واتی داخل جعبه. چی میخوای دیگه؟ واقعا دیگه چی میخوای؟ ارزش خرید این گوشی خیلیه. یه بار دیگه بهتون میگم اگه کانال منو ساب ندارید ساب بکنید که این کانال قراره خیلی براتون